نه چرسی و نه بنگی نه قمار باز بچه خاله قمار باخته ای یا برده ای باز بچه خاله نه کجیر و نه مادری و نه گیلک بچه خاله کجایی قماره باخته دی یاره نه یک رقصی هم بکن بابا میام بخی من رقص بابا یاد ندارم بخی چی یاد ندارم بخی بالی شما نفتاد شما رو سرقی کرد بخی درس گدای گم کنم آیه نرو باشه برو سکنه کنه برو سکه درس لکنه نمیکشی تو نه بینی نخری عالم گرفتاره خوش تسلسل داره جوشی ناله زنجیر باغ سنبل داره گرفشان عشقت رنگ و بوین گلشن رنگ و بوین گلشن درس آموزشون کی بود؟ گدایم غیر از این میزنه کار بفرمایید ببین من یالا نه ده دخترم دست پیار کشید وای اینجا همون اختیار کردیم شما شرم نداریم حیوان نداریم چه کار کردیم بابا؟ میگو هم خود تو که امید میکشی ای بچه ندارم چکار کنی او چکار میکنی تو شرم حیوان نداری تو نم نداری غیرت نداری تو هم مثلا فکر نمیکنی زن خورم معتاد کردی اینا را معتاد نمیکنی من نکشیدم من ندیدم دست تو قیلونت من نکشیدم نکشیدم بزن جب تا سر تو انا کجیر بپرسیم من نکشیدم و خودی تو دارم بله تو را می زیارتا سیکو که چی اوله چی مصیبته کاکا خسور گل چی کاکا خسور بگت کردی این کار این امیت چیزه میزن میشکن پوره میکنالی عشقیه کاکا خسور چیه بابا؟ چیه؟ چکو چیه؟ این امیت عشقی کو ایشته عشقی این میوه داره چی میوه داره؟ این خربزه رو سلطان خود رو سیکو تایه دلچی کم دارم امام فخر رضی برو سیکو بابا من نکشیدم پا من را سیکو که چی اول وزر تیزی پاکت کجیر کردی بپرسیم. کچه ها اینا هم اثارت این اثارتی من نکشیدم بابا دیگه جیغ میکشی یعنی بچه بترسون دیگه این سیکو که به چنادر رو بیاردیم میگه خوشونده بر سیکو به چنادر رو میگه خوشونده چوب اما سب فکر کو بکنم کلی تو رو میتور بخی جمع کو بخی میگو دیگه گیر کلی تو رو میتور دیگه نبیم کاکا خسور ایلا کار نبینو آخه کاکا خسور من تو این تمام میوه خواهد معتاد کردی آخه بابا کاکا خسور آخه کاکا پیار من بزنه نکنیم بابا کاکا خسور آخه چه کار میکنیم بابا؟ آخه این میوه کاکا خسور میوه آخه میوه بگیر دستم بیار کن دیگه بابا نزنیم برو تو را میزن بابا میوه بزنی میوه مادر بچه بترمانه میوه می خدا شما جگر ریس کن که من جگر ریس کرده شما این دوتا کودک تو سکو که اینا را همه دیوانه جون اینا کردم چلی ما بیاردم میگه خوب وقتشم دیوت میکنم فقط همومیه شهرم کنه حیا کنی کامل فکر نمیکنه اندیشه نمیکنه تا با کی دیگه ما به شما بگم رنج شدم از دست شما ببین ماستون به شما زنگ دارم من شماره شما نداشتم که به شما بگم میگو تو رو خفه میکنم تو چرا به من نمیدی درس رو نگفتی ماستون زنگ دارم خود شماره شما چرا نداشتم نمیامدی به درس رو نمیامدی خود چی خبر داشتم ماستون تا بیایم تا به شماره برسیدیم تو مسی بیایی آه
مکو دیونه جون مکردی خب بابا گناه دی بیچاره چیه بیار من بگه گپ کم کو دختر برو برای کار کنه برو آدم نظر من برو آدم نظر من دل بچه آمد بسر بریم دیگه بریم آدم نظر من بریم برای کار خوریم دیگه نمون که چهره شما دیگه ببینو چیه شما بابا این چیه آره خدا بابا دیگه شما چه دیگه دل بچه بسر خونده چوکو دیده نکو دیگه چه کارا وقتی ببریم بیدوش تو اشته مرد غیرت داری اشته وجدان تو قبول نکن که زن خود به پلخ میشین قیلون میکشی خود تو خبرم در که سلطان آقا چه قدم معتاده با میمان فخر رضی چه قدم معتاده با پامان آرا چه قدم معتاده همه از اون قیلون بدر میشه تو سکی خونه با سهم دود واردشه فقط لوله به خرید دوده شهرم کنه حیا کنیم عباس بله بابا بیا اینجا بیا بله بابا میگم بله میری خونه خوار خو خونه خواه خو ها خو بام فی سنی خوار خو خود با چوار بر میداری میاری چره امروز برفتم با خونه نو که سعی میکنم زنشو شیشتن قیلون بکشم اشتم خور نه خور اشتم پاک نه بابا خود ما به چشم سر دیدم تو مات ما ها چه کار دادی ها خیلون میکشی چی میکشی دیونه جون خوش شدم کو چی گپ چه کار شده؟ هیچ امروز برفتم خونه باجه تو خب سعی میکن زنشی قرار زنه شیشتن قرار چلی قیلون پیشتون گذاشته دو بچی خورده خورم میگه خوبشون قرار قیلون میکشم سعی کنین که حضور من 10 دفعه می تبار رفتم سر افتاد شدم یا به میمونی رفتم دیدم با تا قیلون گذاشته سر افتاد شدم از حال اینه گیلک من ماستم به شما بگم ما به خاطر احترام به خوشلوچی خو و قصه گیلک نیام گفتم بعده از حال اینیه این گیلک آدم ساده نمیفهمه امروز و روز زن و بچه پیش معتاد میشه این بچی و میکجید او یک پول قطع در رسنده خود شما خبر داره میره سیگار چیزی شروع میکنه میگه پیار ما به خونه میکشیده مثل که چه کار کنم حالا با خدا خبر دارم برو بیارم بده زودی بیار اصلا قیلون هم اشکستون نمیدادیم با تا سر پیورا میکردیم اشته کن پاک دیوانه شدم من دیگه اشته کن خود ازی هم تو که بدیدی بیدی من خونه قیلون دیدی چه به یک مجلتر من با خبر نکردی که من فکر من دیدم چی نگفتم گفت 10 دفعه نصیحت کردم که گیل کار خوبی نه تو قیلون میکشی و 20 هم میبینی تو تمام میجی ساکو ملامتی دیگه تو به من نگفتی تو به من میگفتی که من چنین چوکه میکردم با سریو من به خاطر باجه‌داری چیزی نگفتم اگر نمیم چی میگم بله امی تو بزنم هم تا گوشت و من اینجا مثل گاو بریم اینجا به زمین خودی چره تو بدیدی که بابی تو اینجا بیامدم به سلام میده مستقیم میاری بالا سلام اینا خب من چی خبر داشتم مرگ چی خبر داشت تو من میشته کفتست خوبی کرده بیدو تو ندیدی که پشت اینجا در ببینه میفهم که بابی تو نیه یا هسته همین دمی که بدیدی که خیلون به پیش ما گذشته تا یالا کرده میامد بابی تو میامیدی دویده میگفتی جمع کنی که ما جمع میکردیم اگه دودار هم میدید میگفتیم اینجا زغال تازه کرده من چی خبر داشتم شلوپی خود خوبت نه وای 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 ابروی حیثیت مال به پیش خسور ما ببودی که بده سکو اصلا گناه شما نه شما چرا در خونه قیلون بکشی وقتی برو چوک بچگی نکو وقتی سکو در سلاکی نه بده گردن مال باش کستون خسور مال ویلا سلام علیکم کاکا آمدم بفرمان بیاید اشتانم برو خیلی جندره جانجوری سلام بخیر الله خیلی جندره بیاید میبر بشینین شما خوبه لالا بشینم خوبه بشید خورتکیه در دیوار چی گپای برو خیریته چی گپ مایه باشه چی گپ مایه باشه چرا؟ تو آدم هوشیاری تو چریته چیکار شده؟ تو سیکو کی خونه تو به چی حالت رسوندی باز از تو کرده اینا چی یاد گیره او یکی دیگه چی یاد گیره تو چری کاره میکنی یعنی من بد کردم که جلو روی کردم به تو برا ما سعی کنیم با مادر ما کوی چی نگفتیم کی اصلا به شما زنگ زده؟ تمام دنیا نه امیر با شما خسور تو به من زنگ زد تمام دنیا خسور تو خبر کرد حتی شاید ولی برای دختر خم بیایه نه سعی کنیم
ما همین قیلون قصد این میوگیه گاهی خود مادر از این اینجا عشقی میکشیم فهمیدین؟ سلام علیکم. سلام. سلام خوب بخیر. شکر. کجای خوارم کجای؟ ما چون مثل که بزو خونم پی رفتم به بیرونم کجا کجیر بخبری ما میری. کجا میری؟ هیچی شما آدم که خجالت هم نمیکشین با غیلون میکشیدی میرفتی به یک کافی شاپ اینجا خب جلو رو خوارم و سکو اینا خوارزادا با چی خورده چی خب جلو رو از اینا بشتین غیلون میکشین. البته پیار تو بیامونن قال مقال کردم ایشته نکردن بسته خونه به هم ریختن. بله مادر ما میریم وقتی که گفته برو خوار خوب بیا. خدایا ما رو ببخش توبه داریم آنه علمی فلسفه دیگه توبه که خسول ما تمام افغانستان چه هم یک دم تلویزیونی بمونه که خسول بابا همین میوه عباس با مادر خوب بگو میوه یک کمی کشیدی امو. سیکو برارجو از این میوه به هزار عمل شما مبتلا میشیم. اول همین میوه شروع میکنیم. سیگار میشه، با چرس میشه، با تریاک میشه، با شیشه میشه، با شراب میشه، با کرستان میشه. آخر تو چه کار؟ یا مگر به سلطان آقا پرته بشی، خیرات جمع کنی. آخر هم به تا زیارتا پرته. نه دیگه برار به در تو میخوره که ما باشون، نه هم دیگه مادر تور به خونه را میده، مادر هم دیگه تور نمای. اگر مادر خبر شه، خبر داری که چی حالت داره، مال مریضه. اگر از این گپ خبر شه تو آخ میکنه دیگه. 100% جای تا سلطان آقا. شرف گیلک. نه گیلالا با مادر من گیلک ما میرم خواه خوب برو وقتی که جیب جو خدا فش بیا عباس بله به کاکا خسول ما بگو گیلک همینجا با جلوی رو ما توبه کرده بله این عمال میبرم پورا میکنم خب چه کار میکنی حاله؟ توبه کردم تو توبه کردی حالا پس دختر خو میده برای تو که پس تو بری بیاری به کدوم ما تو بریم به پیشیو نه گپ نیه او خاطر اعصاب اینا خراب بود انا میرم قیلون را مشکنم سعی کو به تو چی میگم اور ناش کنو نه چرا او 2000 روپیه قیمت اینه من میبرم میفروشم میفروشی اصلا دست بزن ازم سعی ببریم بفروشیم دیگه توبه دیگه بس که ما به جلوی زن بچی خوب بیام اینجا قیلون بکشیم راست میگم آخر آدم کارتون خواب میشه گوش کش چی میگم امی عمل کس هیچ کس آدم نمایه بچی آدم نمایه مادر آدم نمایه برار آدم نمایه قوم آدم نمایه اصلا که من چهار طرف در میخوری خدایا ما رو هدایت کن آمین. الهی آمین